ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти Вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати қисми сеюми рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти Вожгун оғоз менамоем. ҳоло гуфтори сеюмро аз рӯи ин раман бишнавед. рови Ализода Абдурашид Хуҷамқул. қисми сеюм. фирӯза дар ин суханони ҳамроҳхон бӯи ҳақиқат ва ростӣ ро пай бурд. вай ба фикру андеша фурӯ монд. баҳори ин зани бадбахт дилаш месӯхт. зане ки ба ҳар эҳтиром ва навозиш сазовор аст. зане ки пас аз дарду ранҷу бадбахтиҳои бисёре домани бахт را داشته است و اکنون می ترسد که مبادا آن را از دست بدهد و یا که از دست او رباید. و تا اندازه به دیوانه شدن حق هم دارد. وقتی که بدین مشکلی به دست آمده است از حد زیاد شیرین می شود و کسی نمی خواهد که آن را از دست بدهد. انا درد همراهان در چیست؟ فیروزه خود را ملامت کرد که بیدرک نفهمیده همراهان را سرزنش می کند. بله، فیروزه را لازم بود که از تحت دل این سرسخت درست آگاهی یافته هیچ نباشد با مصلحت با سخنی نرم دردش را سبک کند، نه اینکه آیم الله ها بر این به وی درس اخلاق و منطق خواند. استید که گفت فیروزه خطای خود را اصلاح کردنی شده، از کجا دانستید که وی به شما خنک شدگی؟ معاملش، رفتارش چی؟ همه کش، گفت همراهان و کمی خاموش ایستاده بعد شرح داد. پیشتر در روزهای اولی خانه‌دار شدنمان هر چیزی که من پخته بیارم هی هی و بی بی گفته میخورد. اکنون علاج ندارد که به خوراک من پختگی یگان عیب نماند. پیشتر فقط تعریف حسن و جمالی مرا می کرد. از بوسه و کنارم سیر نمی شد. اکنون نه این که مدح مرا نمی کند، بلکه گاه به کرتپوشیم، گاه به سربندم، گاه به اوسمه و سرمه‌ام عیب می ماند. من که قهر کردم زور به زوری آمده می چسبد. پگاهی بر وقت به کار رفته از همه بعد بی وقت کرده به خانه بر می گردد. من حیوان نیکو می فهمم، به دلش زدم، جوان ترش را می خواهد. نسیم جان جوانی بلحوث نه، این را من می دانم، گفت با قطعیت فیروزه. اگر همین طور می شد شما را به خودش نکاح نمی کرد، بی زن گشتن می گرفت. شما هیچگاه به دلی وی نمی زنید. به این باعثی نیست بی درک واهمه می کنید. اگر شما درستر به آینه نگاه کرده به خودتان دقت کنید، از 1000 دختر زیباتر و برناتر هستید. اما نسیم جان یک فقط به حسن ظاهری شما عاشق نشده است، وی به همراهان مفتون است. از زبانتان شهد و شکر می ریزد. بی مبالغه راست می گویم، اما رفتار وی، از کار دیر ماندن وی امروزها یک سبب دارد که سببی مهم، کاری سیاسی. خوش چی سبب؟ پرسید همراهان. فیروزه زود جواب نداد، زیرا که خودش درست نمی‌دانست و فقط حس می‌کرد که امروزها در چیکه از هر وقت دیده کار بسیارتر شدگی. در شهر چی یک ناتنجی، چی یک بی سرانجامی هست. اما چی بودنی آن را
به تفصیل گفته نمی توانست. بنابراین فکر می کرد که چی گفته همراهان را به سخنی خود باور کناند، اندک آسوده نماید. از مسکو خبر رسیده است که گفت نهایت از خودش بافته. در درون شهری بخارا عکس الانقلابچی ها به حرکت آمدند. گویا که امیر چندین دزدهای سربر را پنهانی به شهر درآورانیده است. اکنون تا یافته گرفتن این دزدها به مردهای ما آسودگی نیست. خیر، همین را خودش به من گفته فهمانیده دهد نمی شود. ممکن نبودگیست. آدمانی چکه حق ندارند که به کسی چیزی گویند. به زنشان هم، حتی به زنشان هم. عجیب، گفتماند همراهان و پس از اندک دویده از جا برخاست و علاوه نمود: خیر، من روم، شاید خودش آمده باشد. اما آسوده باشید، غم و غصه را پرتایید، گفت فیروزه او را گسیل کرده ایستاده. کوشش می کنم، گفت همراهان و بیرون برآمد. فیروزه گزیته کشاده ایستاده را تا به آخر دید و باز قطع کرده به کنار استال گذاشت و می خواست که از جا برخاسته بیرون برآید. کسی در را تق تق زد. درآیید، مرحمت، گفت فیروزه. از دهلیز یک مرد میان سین بیچاره احوال از سلام گفته در آمد و به تکلیف فیروزه بروی استال کرسی گرفته نشست. فیروزه سربند خود را به پیشانه و رو پایانتر کشیده ماند. مردک هم به او نگاه نمی کرد. چشمان وی سرخ بوده، درد کردگی به نظر می نمود و همیشه به زمین متوجه بود. در تنش از روی کلوچه شلواری کهنه عسکری، جامه نیم داشتی کمپخته ستین سیاه پوشیده، در پایش هم موزه نیم داشتی چنگ زیر کردگی داشت. فیروزه این مرد را هیچگاه ندیده و نمی دانست که حالا برای چی اینجا آمده است و چی طور از نزد ملیسه پیش دروازه بی رخصت گذشته است. به نزد او زنها به عرض می آمدند، یاری طلبیده می آمدند، لیکن مردها نآمده بودند. عجبا، این چی می گفته باشد؟ خوش، گفت خاموشی به عمل آمده را ویران کرده فیروزه. خدمت؟ من شنیده بودم که در اینجا عرض مردها را هم شنیده به دردشان درمان می دادید و از دست افتادگان می داشتید. من شنیدم که شما به عرض درماندگان گوش داده راه نجات نشان می دادید. برای همین جرأت کردم و آمدم. مرحمت، گوشم به شما. من در بازاری نو سرایبانی می کنم. در سری راه کلان روبروی مسجد اتاریق یک سرایچه خرخانه هست. در همان جا حولی امان در گذری چارخراس، همسایه امان جناب ناظر نظام الدین افندی. مردک به فیروزه سر برداشته نگاه کرد و گویا پرسیدن می‌خواست که وی فیروزه نظام الدین افندی را می‌شناسد یا نه. فیروزه معنی نگاهی او را فهمیده گفت: می‌شناسم، ناظری کارهای داخلی. بله، گفت مردک و باز به یک نقطه دیگر به تیغه استال نگاه کرده به گپش دوام داد. خودم پیشتر در کرمینه موزه‌دوزی می کردم. در هنرمندی آوازه داشتم. بعد با یک سرکرده عسکری امیر گپمان گریخت و من به سمرقند رفتم. در سمرقند با انقلابچی ها همراه شدم و به دست ملتق گرفته به جنگ بخارا آمدم. در جنگ به پایم تیر رسید.
دستم هم معیب شده ماند. بنابراین دیگر موزه‌دوزی کردن نمی توانستم. لیکن حکومت یاری داد. زن و دخترم را از کرمینه کس مانده آوردند. یک هوریچه پادشاهی را بی پول دادند و همین سرایبانی را سپاریدند. مردک سرگذشت خود را گفته تمام کرد، اما این سرگذشت به فیروزه چی دخل دارد وی هنوز نمی فهمید و در دست قلم را بازی کرده ایستاده بی صبرانه آخری سخنی مردک را می پایید. نامم بقاجانی موزدوز. یک زن داشتم، از وی یک دختر دیدم. نامش را حلیمه ماندیم. بعد زنم مرد. حلیمه را کلان کردن به من مشکلی کرد. باز یک زن گرفتم. حلیمه در تربیه مادری اوگای کلان شد. دختر حاضر 18 ساله شدگی، به شوهر لایق. یک تا طلبگارها هم پیدا شده بودند. لیکن یک بدبختی کلان به سرم افتاد و حیران و گرنگ شده ماندم و خیسته به پیش شما آمدم. خوش، چه حادثه روی داد؟ بی صبرانه پرسید فیروزه. من حاضر گفته می دهم، گفت بقاجان سراسیمه نشده. ترتیبش کتی گفته می دهم. شما باید به درد من دوا یافته دهید. دیگر علاج نیست. من چی گفتن می خواستم؟ نام زن دویومی من زهره بانو، زنک خوشروی، چقان و با دست و پا. اما دخترم حلیمه به خودم رفتگی، فقیر، بسیار فقیر و نامراد، مهربان، نرم دل، خاموش. زهره بانو به بخارا آمدن این جانب در حولی نظام الدین افندی خدمت می کند. آن کس تعلق ندارند که از آب و آششان خبر می گرفتگی کس نیست. بنابراین زهره بانو رفته خدمتشان را می کند. گاه دخترم حلیمه هم با مادرش رفته به کارهای پخت و پز یاری می رساند. البته از دولت جناب ناظر روزگاری ما هم به پادشاهی می گذرد. کم و بیش پسنداز هم کردیم و می خواستیم که حلیمه را صحت سلامت برآورده به دست صاحبش توی و تماشا کرده سپاریم و به مراد و مقصدمان رسیم. لیکن حادثه ناگوار روی دادمان. مردک باز خاموش شد. فیروزه فکر کرد که وی یعنی بقاجان این حادثه ناگوار را گفته نمی تواند. زبانش نمی رود. بنابراین گپ را اینقدر کشال داده ایستاده است. بلی، فیروزه به شبهش تا اندازه حق بود. بقاجان خیلی فکر کرده ایستاد و آخر گفت: حادثه ناگوار همین که 1-3 روز پیش از این زنم در تنهایی به من گفت که حلیمه 2 جان شده است. من اول گپی او را نفهمیدم. چه خیل 2 جان می شود؟ دختری با کیره به شوهر نرفته چه خیل 2 جان می شود؟ بعد زهره گریه کرده گفت که نمیدانم کدام یک مردی بی انصاف دختری ما را از راه برآورده به ناموسش تجاوز کرده مانده است. خون به سرم زد. دنیا به نظرم تاریک شد، چون که من حلیمه را از حد زیاد دوست می دارم و همه هستی و نیستی خودم را به وی فدا کردن می خواهم. اگر آن مردی بی انصاف را که به ناموس دختری من تجاوز کرده است همان وقت به دستم می دادند، با ناخن و دندانهایم چسبیده پاره پاره می کردم. لیکن زنم گفت که حلیمه درک آن مردک را نمی دهد. کشید هم نمی گویم گفته است. بعد من و زهره به تخمین کردن سر کردیم. آخر دختر شب و روز از مادرش جدا نی. چطور می شود که؟ نه، این حادثه گفت زنم یا در کلوب زنها یا در گرد و اطراف آن باید روی داده باشد. چون که حلیمه چندین بار کلوب می روم گفته
چند ساعت غایب شده بوده است. زهره به نظام الدین افندی عرض کرده چاره کار را دیدنی شد. من نماندم. بعد بی مصلحتی زنم خیسته به اینجا آمدم. نخواد که در کلوب، آخر در اینجا مردها نیستند. فیروزه اول چی گفتنش را ندانسته ماند. درباره بدنام کردن کلوب دشمنان آزادی هرچی تهمت بافته می برآوردند، لیکن تا به این درجه رذالت رسیدن آنها را تصور نکرده بود. شما چه ها گفته ایستاده اید خودتان می فهمید؟ دختری شما به کلوب زنها قدمش را نمانده است. اگر به کلوب ما آمده می رفت شاید این بلا به سر شما نمی آمد. شما آتون از گناه من ابله گذرید. من یک آدمی نخواندگی بی سواد لیکن دلم صاف. من می گویم که همه آدم هایی به اینجا می آمدگی به شما وان نمی خوردگی هست. آخر کلوب جای وسیع، چند حولی درون به درون. همه آنهایی را که به کلوب ما آمده می ایستند من می دانم. آنها بسیار نی، از بیرون 25-30 نفر آمده می روند. در بین آنها نه زنی شما هست نه دخترتان. به شما لازم بود که حل این معما را از خود دخترتان می پرسیدید. در اینجا بغیر از خود وی کسی دیگر به شما یاری رسانیده نمی تواند. وی گپ نمی زند. جنگ کردیم، ترساندیم، گپی خوش زدیم، بیفایده. از این می براید که دخترتان به آن مردک دعوا کردن نمی خواهد. اما ما دعوا داریم. خودی دخترتان دعوا نداشته باشد، نه سود حکم می کند نه قاضی. بنابراین بهتر که به اغوای دشمنهای آزادی داده نشده به کلوب دعواگر نشوید و خود دختر را به گپ اندازید. سری من چند تا که به کلوب زنها به کلوب حکومتی دعواگر شوم؟ من فقط برای خبر گرفتن، برای مصلحت آمدم. نقص شد که فهمیدم به کلوب می رویم گفتنی بچه های ما دروغ بوده است. اکنون من کارم را دانسته می کنم. خیر، سلامت باشید. مردک از جا برخاست. به قاجانی موزدوز رفت و فیروزه تنها ماند. وی چنان در حیرت بود و چنان افزایش تغییر یافته بود که حتی از جایش برخاسته برآمده از دربان نپرسید که چرا و چه طور به خواجان را به نزد او گذاشتند. مگر او را میشناسند؟ مگر زن و دختری او را دیدند؟ یگان خبری دارند؟ نه، نتوانست که برآمده این سؤالها را جواب یابد. برعکس در بحر حیرت غوطه‌ور شده ماند. از افت و اندام و گفتاری مردک نموده می ایستاد که وی دروغ نمی گوید. حقیقتاً دختری او را بی‌ناموس کرده اند و این بدبختی را به سر او بار کرده دیده و دانسته به مقابل کلوب زنها برانگیخته اند. معلوم که این کاری دشمنان حاکمیت شورایی، کاری عکس الحرکتچیان است. نخواد که فقط برای به کلوب تهمت زدن، برای آبروی کلوب زنها را ریختن این کار را کردند. مگر دشمن همین قدر نادان است؟ آخر این دعوای خشک و خاری کو؟ به کلوب زنها رفته ناموسش را برباد داده است. این را کی باور می کند؟ شاید به قاجان را به کلوب راهنمون گشته باز یگان مقصدی دیگری را به پیش گذاشتند. از طرف دیگر وضعیتی به قاجان هم خوراور است. یگانه دخترش، دختری به قد برابرش را بی‌ناموس کرده پرتافتند. اکنون کی به داد وی می رسد؟ چی باید کرد؟ به خواجان فیروزه چخیل یاری رسانیده می تواند؟ آدم فرستاده دخترش را جیغ زده
خودش گپ پرسد یا به میلیسه به نظارت عدلیه معلوم کند؟ مگر به این کارها به قاجان راضی می شود؟ قهرش نمی آید؟ اما این کار را پرتافته ماندن هم خوب نی. اولش این که به کلوب زنها اسنادی سخت است. ثانیاً مردکی بیچاره یاری و مدد خواسته آمد. نی، وی دیگر آسوده نمی شود. وی این کار را تحقیق کرده باید به آخرش رساند. در دوره حکومت شورایی، در دوره عدل و انصاف، نباید به قاجان و عائله او جفا بینند و ارزشان به جای نرسد. حکومت عادل هست، فرقه پرزوری کمونیستی هست. فیروزه پیش از همه به کمیته مرکزی به شعبه زنها می رود، مصلحت می پرسد، بعد با عصا مشورت می کند. بله، این معمایی چندان مشکل نی. این را اداره های داخلدار در اندک مدت حل می کنند. زنگی تلفن فیروزه را به خود آورد. تروبکه را به گوشش مانده لبی گفت. عصا از ادارهش گپ می زد. احوالت چطور؟ کارها؟ هیچ کس تلفن نکرد؟ نه؟ یگان مرد یا زنی برای عرض و داد آمده بود؟ ها، آمده بود، گفت حیران شده فیروزه. شما از کجا می دانید؟ به من تلفن کردند. من حاضر به کلوب می روم. عصا تروبکه تلفن را گذاشت. فیروزه باز حیران تر شد. کی به عصا تلفن کرده است؟ و برای چی به کلوب می آید؟ همه این معماهایی بودند که دل فیروزه را بیقرار می کردند. فیروزه از جا برخاست. می خواست که بیرون به طی دروازه برآمده از ملیسه دربان درباره به قاجان گپ پرسد. لیکن در روی حولی با همراخان و نسیم جان روبرو شد که خرم و شادان می آمدند. خواهرک شیرینم، گفت همراخان، ما باز به پیش شما آمدیم. کار کردن و آسوده نشستن نمی مانیم. مرحمت، خوش آمدیتان، گفت فیروزه و از راهش برگشته با آمدگان باز به خانه در آمد. این دفعه همراخان را من مجبور کردم، گفت بروی کرسی نشسته ایستاده نسیم جان. من مجبور کردم که به نزد شما آمده همه گپها را گفته شما را آسوده کنیم. من آسوده؟ گفتم آن فیروزه. نه، گفت همراخان، ما به جان شما رسانیدیم. ما نیو من. در حقیقت از حد زیاد بود، لیکن دیگر چاره هم نداشتم. سیردان و رازدانی ما، مصلحتگوی ما شما هستید. به نزد شما نآمده کجا می رفتیم؟ نه، خیریت که اول نصیحت و مصلحت های شما، بعد خود نسیم جان چشمی مرا کشاد. چشمی شما کشاده بود؟ نه، من کور بودم. درسترش این که مرا کور کردنی بودند. نه، خیریت شد. خیر، آشتی می؟ آشتی. توف چشم نرسد، گفتم آن فیروزه. بله، گفت نسیم جان، چشم نرسد. چنان چشمهایی بد به سوی ما الا نگاه می کنند که از زهر نگاه آنها الحذر، خصوصاً در همین روزهای آخر. عجیب، گفت فیروزه، نخواد که به مناسبت عائلوی شما هم؟ ها، به مناسبت عائلوی ما هم، گفت نسیم جان. من مجبور شدم که به همراخان بعضی یک گپ‌ها را فهمانم. در خودی درونی شهری بخارا اندک ناتنجی هست. ما به پی آنها افتادیم. کوشش می کنیم که ضرر رسانیدن نتوانند. بنابراین در اداره ما امروزها شب و روز کار می جوشد.
آنها را میدانسته با شیطان داشته حبس کردن مشکل می؟ پرسید همراه خان. میدانیم، اما نه همه‌شان را، گفت نسیم جان. بعد اگر آنها را در سری کار یا که اثبات کرده نگیرید نمی شود. نخواهد که آنها به جان شما هم قصد کردند؟ پرسید همراه خان. گویا همین طور بروی خط نامی من هست. بیدرک نیست که آدمی نامعلوم به خانه ما تلفن کرده شما را به وسوسه می اندازد. چخیر؟ پرسید فیروزه. تلفن کرده؟ ها، گفت همراه خان. یک مردک 3-4 بار تلفن کرده گفت که نسیم جان در چیکه به یک زنک روس عاشق شدگی. نمی ماند که آن زنک به دلداده خودش رسد. اول من به این گپ باور نکردم. بعد درک آن زنک را داد. از فلان تیریزه قد بالا کردن نگاه کنید، رنگش این، لباسش این، نامش نینا سرگیمنه. این طور که گفت اتفاقا یک روز رفته از تیریزه آن مردک گفتگی نگاه کنم، این کس در پیش همان زنک کیمچی ها گفته خندیده شوخی کرده ایستاده. همین شد و رشک سبیل من جنبید و هیچ خودداری کردن نتوانستم. انا امروز باز همان مردک تلفن کرده میگوید که شما بزدلی کردید، پیش راه شوهرتان را نگرفتید، اکنون علاج کار را خودمان میکنیم. بنابراین به شما مصلحت میدهیم که با شوهر دوستدارتان ودا کنید. نخواد که همین طور گفت. با ترس و وهم سؤال داد فیروزه. اهمیت ندارد، گفت آسوده حالانه نسیم جان. اینها همه دوغ و پوپیسه، فریب و نیرنگ. لیکن از نیرنگ دشمن غافل شده آسوده نشستن هم خوب نی. هوشیار بودن و عمل کردن لازم است. من باوری دارم که همراه خان پس از این به کاری ما خلل نمی رساند، بلکه یاری می دهد. به کاری شما؟ گفت همراه خان. یاری من گمان است و لیکن خلل ندادن. رشک اظهار کردن، ناباوری. خیر، دیگر نمی کنم، گفته خندید همراه خان. آفرین، گفتمان فیروزه. ولی هوشش به شوهرش بند بود که چرا وی ناخواست تلفن کرد و ناخواست به اینجا آمدنی شد. نسیم جان گفتگی بر این در اینجا نیرنگی دشمن نباشد. با آن روی خطی که نامی نسیم جان در آورده شده است، چرا نامی عصا هم نباشد؟ پس وضعیت تا رفت مدهیش شده ایستاده است. میلش، به هر حال خود را آسوده نگاه داشتن لازم. نباید خوف و هراس اظهار کرد، خصوصا در نزد نسیم جان و همراه خان. برعکس به همراه خان تسلا داده، آسوده کرده، آشتی شدنشان را تبریک کرده، اوزاد کردن لازم. من اکنون رشک نمی کنم، گفت همراه خان. دیگر هیچ کس و هیچ چیز مرا از نسیم جان و نسیم جان را از من جدا کردن نمی تواند. من به این باوری سخت حاصل کردم، لیکن در خانه تنها نشستن هم به دلم زد. می خواهم که به اداره نسیم جان رفته به کار درآیم. و این چی مصلحت می دهید؟ نقض می شود، گفت اول به اختیار فیروزه، ولی بعد تأمل کرده ایستاده علاوه نمود. چرا محض به اداره نسیم جان؟ به گمانم کاری آن اداره به زنها نمی‌رسد. шунавандагони азиз, шумо гуфтори сеюм ро аз рӯи рамани тахтивожгуни нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ дар қироати Ализода Абдурашид Қуҷамқул шунидед. Коргардон Шералии Нағзалӣ, садобардор Карим Толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.